امروز میخوام تو این ویدیو بهتون یاد بدم که چجوری به 1000 تا سابسکرایب اول اون برسیم، مانیتایز بشیم و یه سری ترفندای خیلی باحال که بدونیم چجوری میتونیم ویدیوهامون رو به افراد بیشتری نشون بدیم که ویوهای بیشتری بخوره. اول از همه باید بدونیم که سازوکار یوتیوب برای این که ویدیوها رو به افراد بیشتری نشون بده یا به افرادی که دارن استفاده میکنن از یوتیوب نشون بده چیه. یعنی اول باید اینو بدونیم و اینکه بدونیم که دقیقاً این الگوریتم یوتیوب سازوکارش به چه نحوی هست. اول از همه باید اینو پس ما در نظر داشته باشیم که هر چقدر ما ویوی بیشتری بگیریم، واچ تایم بیشتری میگیم و زودتر میتونیم به اون هدفمون که مانیتایز شدنه برسیم. حالا این ویوها از کجا میاد؟ ببینید یوتیوب سازوکارش این مدلیه. اول کار که شما هنوز به 1000 تا سابسکرایبتون نرسیدید و هنوز نتونستید مخاطب هدف خودتون رو داشته باشید، میاد به صورت رندوم چیزایی که از راه دیسکریپشن یا از راه نیمتون یا تایمنیلتون متوجه میشه، کلمه‌های کلیدی که گذاشتید توی سرچ هستن، میاد به افرادی که به اون کاتگوری ها علاقه‌مند هستن نشون میده. مثلا میگم شما زدی معرفی 3 تا فیلم آنجلینا جولی، میاد به کسایی که آنجلینا جولی دوست دارن نشون میده، به کسایی که فیلم زیاد میبینن نشون میده و نسبت به دیسکریپشنتون و توضیحاتی که نوشتید میاد به افراد مختلف نشون میده و از اونجا بازخورد میگیره. این بازخورد چیا هستن؟ واچ تایم، یعنی چه مقدار از افراد چه مقدار از فیلم شما یا اون ویدیویی که شما گذاشتید نگاه کردن، تا چند ثانیه نگاه کردن، موندن رو ویدیو. هر چقدر بیشتر بمونن این سیگنال رو به یوتیوب میده که اون محتوای شما با ارزش‌تر بوده، خب تونسته درگیرشون کنه تا آخر ویدیو بمونن. یکیش بس واچ تایمه. دومی تعامله، مثلا میگم کامنت گذاشتن، لایک، دیسلایک هم تعامل محسوب میشه. اینها کلاً تعاملاتی هستند، به قولن اینتراکشن هایی هستن، اکشن هایی که حالا مخاطبتون گذاشتن انجام دادن روی ویدیوی شما. اکشن هایی هستن که کمک میکنن که یوتیوب متوجه بشه که این سیگنال خوبی بوده. و سومی کلیک ریت، یعنی اینکه از روی ویدیویی که شما گذاشتید زدن روی، مثلا شما اون آخر ویدیوتون یه دونه ویدیوی دیگه گذاشتید پیشنهاد، زدن روی اون ویدیو رفتن یه ویدیو دیگه تون هم نگاه کردن، یعنی بعد از ویدیوتون اومدن مثلا کلیک کردن روی پروفایلتون، اومدن داخل کانالتون. هر کدوم از اینها کمک میکنه، سیگنالی هست برای یوتیوب که متوجه بشه که اون محتوای شما محتوای با ارزشیه. خب پس اگه ما بتونیم توی یک موضوع خاصی فعالیت داشته باشیم و ویدیو بسازیم، شانس ما بیشتره، چون داریم الگوریتم رو تمرین میدیم که ما داریم توی این موضوع کار میکنیم و دیگه نیازی نیست که هر دفعه برای هر ویدیو شناسایی کنه که این ویدیوی ما به درد کی میخوره. موضوع کلی کانال ما رو متوجه میشه و دیگه خیلی راحت‌تر، زودتر پیشنهاد میده به افراد مختلف که ببینن و شانس ویو گرفتنمون خیلی بیشتر میشه. یه 3 تا مثال مثلا کانال ایرانی براتون بزنم. یکی احسان منصوری، اگر که یوتیوب باز باشید میشناسید دیگه، معرفی فیلم و سریال. من اینجا حالا میذارم اسکرینشو، تماما راجع به فیلم و سریال صحبت میکنه. یا مثلا میگم رادیو اکتیو زون، ریاکشن رپ رو انجام میده، فقط میاد راجع به ریاکشن حالا موزیک رپ میاد فقط انجام میده. یا اسکیل وید که توی حوزه آموزش یوتیوب هست، کارش هم خیلی درسته، فقط داره راجع به آموزش یوتیوب ویدیو میسازه و دقیقاً نیچ خودش، اون مخاطب هدف خودش رو شناخته، برای کی داره ویدیو تولید میکنه و فقط توی اون کاتگوری داره ویدیو تولید میکنه و این باعث شده که خیلی سریعتر بتونن مخاطبای هدف خودشون رو داشته باشن، اون کامیونیتی خودشون رو ایجاد کنن و به اون مانیتایز خیلی خوب برسن. بحث بعدی بحث تولید محتوای ویدیویی که مخاطب ما دوست داره. ما از کجا متوجه بشیم که مخاطب ما یک ویدیو رو دوست داره؟ یه تریک بهتون میگم. اگر که یه ویدیویی شما ساختید میبینید که یه خورده از لحاظ ویویی متفاوته با بقیه ویدیوهاتون، مثلا میگم همه ویدیوهاتون هولوش مثال 300 تا ویو خورده، این یکی اومده 1000 تا ویو خورده، تفاوت محسوسی بین ویوها هست. اون محتوا رو مخاطب شما بیشتر دوست داشته، از اون محتوا بیشتر بسازید. یه سبکی رو برای خودتون که میدونید مخاطب شما دوست داره رو انتخاب کنید، پیدا کنید، یعنی باید سبک‌های مختلف رو بگردید و بسازید و هر کدوم رو دیدید که مخاطب شما بیشتر تعامل داشت، ویوی بالاتری گرفت، از اون مدل دیگه ما دست به ترکیب برنده نمیزنیم، محتوامون و استایل خودمون رو پیدا کردیم، از همون میسازیم. یه مثال عینی براتون میزنم. توی کانال مستر بیست
توی کانال مستر بیست اگر برید نگاه کنید مثلا می‌بینید که اومده ویدیوهای مختلفی، مثلا خونه $1 تا خونه $100,000، ماشین $1 تا ماشین $100,000، غذای $1 تا غذای $100,000. این ترکیب رو پیدا کرده و دیگه اومده همین ترکیب رو تو جاهای مختلف به کار برده، یعنی ارزون ترین چیز و گرون ترین چیز رو اومده تست کرده. یا مثلا یه کانال دیگه هست که راجع به نگهداری سگه که حالا اینم میذارم براتون اینجا اسکرین شاتشو. اینم اومده طرز برخورد فلان نژاد سگ با فلان نژاد سگ، فلان نژاد سگ با فلان نژاد سگ، طرز برخورد و گذاشته نژادا رو هی عوض کرده و همه ی ویدیوهاشو دقت کنید ببینید تو همین سبک هست و هی تکرار کرده و ویوهای خیلی بالا گرفته چون پیدا کرده استایل خودشو. نکته الگوریتمی هم لابلای اینا بهتون بگم که خیلی جذابه. اگر شما بتونید یک محتوایی بسازید که آخرش یکی از محتوای دیگه‌تون رو دارید پیشنهاد میدید به اون فرد بیننده و اون کلیک کنه روش، بیاد داخل کانال شما، تا 1 هفته ویدیوهای شما تو قسمت ریکامندیشن اون بیننده قرار میگیره. پس اگر که ما بتونیم مخاطبمون رو از روی ویدیومون بفرستیمش روی ویدیوی دیگه، یعنی پاسکاری کنه رو ویدیوهامون، این باعث میشه که ما بتونیم ویوهای خیلی بیشتری بگیریم. حالا یه نکته‌ای که مطرح میشه اینه که ما چجوری میتونیم از روی یک ویدیو بکشونیمشون روی ویدیوی دیگه. دو تا کار خیلی موثر هست که میتونیم این کار رو انجام بدیم. یکیش ساخت پلیلیسته، یعنی بیایم توی یک کاتگوری مشخص راجع به یک موضوع پلیلیست درست کنیم و ویدیوهای مرتبط باهاش رو قرار بدیم داخل اون و این باعث میشه چون توی پلیلیست هست، بعد از اینکه ویدیومون رو دید اون پلیلیست قسمت‌های دیگه پلیلیست رو بهش پیشنهاد بده. پس این اولین گزینه است که میتونیم از این را مخاطب رو جذب کنیم و بیاد داخل کانالمون. و یه نکته کلیدی هم بهتون بگم بچه‌ها، حواستون باشه یعنی هر چیزی رو تو پلیلیست قرار ندید، هر ویدیویی گذاشتی تو پلیلیست بذارید. ویدیوهایی که مرتبط به هم هستن، مجدد میگم مرتبط به هم هستن رو تو یک پلیلیست قرار بدید، چون اگر این محتوا رو تا آخر دید خوشش اومد، احتمالش باشه که روی یکی دیگه از محتوامون تو اون پلیلیست بزنه، چون ترغیب شده و جذابیت داشته آخر ویدیو رو نگاه کرده دیگه، یکی دیگه‌ش هم میاد نگاه میکنه. و دومی اینه که از روی اون دقیقاً مثلا میگم داخل این ویدیو به عنوان مثال، حالا یه مثال میزنم قشنگ براتون جا بیفته، مثلا داخل این ویدیو دارید راجع به ساخت کاور مثلا یوتیوب، تامنیل یوتیوب مثلا من اومدم به شما یاد دادم، آخرش بیام بگم حالا که ما تامنیلمون رو ساختیم باید بیایم مثلا دیسکریپشنمون رو درست کنیم. حالا اگر میخواید دیسکریپشن رو یاد بگیرید تو اون یکی ویدیو من گفتم بهتون و این مدلی و پیشنهاد رو اون بالا بیاریم براش، اون لینک رو بذاریم که کلیک کنه روش و اینم باعث میشه، دومی که باعث میشه که بزنه روش و بیاد داخل کانالمون و این کلیک ریتمون رو ببریم بالا. حالا اگر که میخواید یاد بگیرید، تا اینجا ما یاد گرفتیم که دقیقاً حالا چه نکاتی برای الگوریتم یوتیوب اهمیت داره و چجوری میتونیم کانال خودمون رو به اون الگوریتم آشنا کنیم و با هم دیگه بتونیم که یه خورده روند رشدمون رو بیشتر کنیم. حالا اینکه چجوری بتونیم محتوای وایرال رو پیدا کنیم و ازشون بسازیم و داخل این ویدیو من آموزش رو دادم، حتما این ویدیو رو بزنید نگاه کنید و اونم یاد بگیرید که دقیقاً توی هر حوزه‌ای که هستیم چه ویدیوهایی رو بسازیم که احتمال وایرال شدن خیلی بیشتری داشته باشه و نیاز مخاطبمون باشه. حتما پس این ویدیو رو برید نگاه کنید و مجدد میگم اگر که میخواید توی یوتیوب آموزش کاربردی ببینید که کانالتون رو ببرید بالا و مانیتایز برسید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی مخلصیم.